هیئت مشاوره حربی دادگاه عالی تاجیکستان امروز با بررسی پرونده جنایی سابق سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان آغاز می‌کند. امروز از دادگاه عالی تاجیکستان به رادیو آزادی گفتند که این پرونده مخفی است و درباره جزئیات آن خبری بیشتر داده نمی‌شود. پرونده جنایی محمد جان اولوخوجایف را در ماه اپریل سال روان مفتشان دادستانی کل تاجیکستان و کمیته امنیت ملی مشترکاً مورد تحقیق قرار داده بودند. اولوخوجایف با این عیبدار می شود که معلومات مربوط به سر دولتی را به سازمان‌های خارجی داده است. در صورت اثبات شدن این اتهام به محمد جان اولوخوجایف از 15 تا 25 سال حبس تهدید می کند. گفته می شود او روز 10 اپریل بازداشت شده بود. زیبا اولوخوجایف و مادر محمد جان اولوخوجایف گفته بود که مقامات روز 16 اپریل سال روان منزل پسرش را کافتکوب کردند. این در حالی است که مقامات از بازداشت محمد جان اولوخوجایف سبب‌های آن به کافتکوب منزل او رسما خبری نشر نکردند. مادر محمد جان اولوخوجایف قبلا گفته بود که برای پسرش وکیل دفاع گرفته است. محمد جان اولوخوجایف به قبل همکاران سابقش 36 سال داشته رشته فیزیکی دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان را ختم کرده است. در گذشته در آژانسی ازپلوس و بعدا در وزارت دفاع تاجیکستان به حیث یک کارمند تکنیکی دفتر مطبوعات کار کرده است. امروز در صحبت با ما میرم اولوخوجایف همسر محمد جان صحبت کرد و خواهش نمود که هنگام بررسی پرونده همسرش مقامات دادگاهی عادلانه و منصفانه کار بگیرند و همچنین تاکید کرد که شوهر او هنگامی که در وظیفه سردار دفتر مطبوعات قشون‌های سرحدی بود از روی وجدان و صافدلانه کار و خدمت می‌کرده است. اما در حال حاضر امروز نخستین پرونده او آغاز می‌شود. بنابراین که پرونده مهر مخفی زده شده است، درباره جزئیات آن، درباره اینکه چند و چونی این پرونده به ما اطلاع داده نشده است.